سلام برا بچه، چه خبر؟ خوش اومدی به یه ویدیو جدید. اسم من امیر عباسه و امروز اومدیم که راجع به بحث خودمون و چنلمون و کارهایی که قرار بکنیم در آینده صحبت کنیم. خب خیلی وقت من کار نکردم. الانی که من دارم این ویدیو رو استارت میکنم وسط امتحانات دیه. من تازه امتحان ترم اولمو دادم و دیگه نمیدونم خوب شدم بد شدم، خودمون میدونیم چه شدم دیگه، خودت فهمیدی. و امتحان قرآن داشتیم امروز. حالا بگذاریم. حالا ویدیو امروز اصلا راجع به امتحان من نی. ویدیو امروز راجع به موضوع اینه که ما قراره چیکار کنیم، من کیم دیگه و قراره داخل این چنل چیا ببینیم. خب اسم چنل که امیرآریاییه، اینم که خب فکر کنم الان حدود 16 17 تا ویدیو داریم و 20 تا هم تا الان مشترک داریم که خوبه از نظر من، ولی هنوز کمه. امیدوارم بهتر بشه. خب حالا الان بریم سر اصل موضوع. ما در واقع من سعی میکنم که بیشتر همه کاره باشه چنل، همه کاره باشه. مثلا چالش سعی کن نخندیم اینا، چالش و اینا، مثلا چالش مثلا 10 تا ساختله خوردن فلان و اینا، بعد و همراهش هم مثلا گیم و اینا. معمولا دوست دارم اینطوری باشه، ولی خب میدونی خودم بیشتر گیم رو دوست دارم، ولی خب گیم زیاد حمایت نمیشه و امیدوارم که حمایت بشه. من کارهای گیم ها رو اینا رو دارم انجام میدم روی پی سی، رو همه اینا، همه چی آماده است و انشالله داخل آینده، در آینده قرار باشه که پرفعالیت باشیم. امیدوارم که این ویدیو هم زیاد بازدید بگیره، لایک ها خوب باشه و ویو ها هم خوبن و بد نیستن. ویو های بلندمون یکم ویوش کنه و یه ویدیو کوتاهمون خیلی ویو خوبه به نظرم. خب شاید در روزهای آینده یه چالش ویدیو کوتاه هم بگیریم انشالله با یکی رفیقام که اونم یه چنل داره. حالا اسم چنلش رو یادم نمیاد، دنبالش نکنیم، چنل من رو دنبال کنیم اون کیه. خب و راجع به این موضوع صحبت کنیم که آرزومون چیه، مقصدمون چیه. مقصدمون اینه که من خب دوست دارم مثلا پیجمون 300 کا بشه، 400 300 کا بشه که فکر نکنم بشه. اگه بشه که الان نمیشه، سال بعدم نمیشه، سال بدترش هم نمیشه، سال بدترش هم نمیشه و فکر کنم مثلا 10 20 سال مثلا بعد کار کنم. فکرم نکنم بعد 10 سال مثلا بتونیم به 300 کا برسیم. بزرگاش دیگه به زور رسیدن، ما برسیم. خب موضوع گیمه و شاید گیم چیزم بریم داخل PS4 بریم که کیفیتش بده، پس بیشتر گیم ها رو با پی سی میریم. خب دوستان این از این. حالا میریم سر بحث این که من قراره چیکار کنیم، قرار ویدیوی بعدی چی باشه. ویدیوی بعدی هنوز فکر نکردم راجبش، ولی اگه قرار باشه ویدیو بعدی زود باشه، همین فردا پس فردا باشه، چون که فردا چهارشنبه پنجشنبه است دیگه. آره فردا چهارشنبه است، بعد تعطیلم کردم، همین الان دیدم تعطیلم کردم، خوشحال شدم، گفتم ویدیو یوتیوب هم بذارم. خب ویدیو بعدی با احتمال زیاد همون یه چالش میریم با یکی از رفیقامون و ویدیو بلندم احتمالا یه کار خیلی خفن قرار انجام بدیم. پس این ویدیو رو لایک کن، چون اگه لایک بشه خیلی برام کمک میکنی، خیلی منو خوشحال میکنی. و اینکه و همین دیگه. آره تا ویدیوی دیگه بدرود، ولی قبلش لطفا لایک سابسکرایب فراموش نشه. نظرتون رو بنویسید، چی میخواید از این چنل، هر چی بخواید براتون انجام میدم، بگید نظرتون رو و
بدرود.